میخواستم راجبش یه سری توضیحاتی رو بدم. تو شغل قنادی وقتی وارد این شغل میشی، اولین کاری که باید بکنی اینه که علاقه پیدا بکنی به این کار، عشق داشته باشی براش، با علاقه جلو بری، با اشتیاق کامل و ذهنتو فقط تو این کار بذاری. چون یه کاریه که تنوع خیلی زیادی توی جنسش داره، با مردم بیشتر سر کاری، کیفیت کارت خوب باشه، جذب مشتریت بیشتر میشه و اینکه وقتی وارد این کار میشی دیگه باید خوشگذرونی‌ها، مهمونی‌ها و اینکه شما بگی من میخوام در هفته یه روز تخلیه کنم برم شمال بیام، شاید حالا یه روزم اونجا اضافه موندم شد 2 روز. نه، این کار از این خوشگذرونی‌ها در واقع خوشش نمیاد. اینجوری بهت بگم، وقتی وارد این کار میشی باید تو کار باشی، باید زمان بذاری، باید وقت بذاری. من نوعی از ساعت 8 صبح تو مغازم تا ساعت 11 شب و 1 ساعت الی 2 ساعتی که وقت میذارم تو خونه هستم کنار همسرم و دخترم. سعی میکنم تو این 1-2 ساعته تو بهترین فرمم باشم. توی محیط کار 1000 جور اتفاق برای آدم میفته، سر و کله زدن با مشتری، با همکارا، کارگرا، شاگرد، فروشنده و الی ماشاءالله 1000 تا اتفاق دیگه میفته که همه اینا باعث میشه که شاید اعصابت خورد بشه، انرژی تموم بشه و اینا باعث میشه که وقتی خونه میرسی خیلی فس باشه. ولی من سعی میکنم وقتی خونه رسیدم پر انرژی و خندون که بتونم در کنار خانواده حالا 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم 2 ساعت که خونه هستم بعدش دیگه میخوابم به خوشی تموم بشه. نمیشه که با اخلاق بد و اینا بری خونه و بعد همه چیز کامل تلخ بیاد. خلاصه از بحث خارج نشیم اینه که وقتی شما وارد این کار بشی دیگه عید نوروز، عید نمیدونم مادر، همه چیز تموم میشه برای تا پست ولی فعلا خداحافظ.